جاشو پشتمو خالی کردم، بودیم پشت به پشتم تا دور گردن، ولی اینا یه مش دور گردن که فقط دورم و دوره کردن. گفتم میرن باز برمیگردن، گفتم نبودشون اصلا سخت نی، اصل آدم جدید اومدن زخمی تر شدن، وقت برگشت اعتماد و سرچی تر. مثل خورشید دادم بهشون گرم و مثل قد بودن یخ با حجم سرما. موقع نیاز اینا گذاشتن تنها، من موندم با یه کوه دردم. وقتی دنبال اعتباری میبینی بینشون اعتماد نی، ندارم به مرام اصلا اعتقادی، باید دست بزنی به این کار انتحاری. خط میزنی میذاری کنار، آره باید خط بزنی بذاری کنار، چون اونا خوبه تو نه فقط به تو میخوان، اون به دوش فقط به تو میخوان. بذار برگردیم از اول، اینو میان تو زندگیت هدفمند، گاهی از سر لذت گاهی هم از هم، گاهی غیر ارادیه گاهی هم از قصد دنبال ضربن. من نزدم ضربه هیچ وقت، خواستم ببینم تو هم کردی پیشرفت، آدم ها عوض میشن بعد 18. همین بلادی ها میزنم به درد نیشخند، همیشه همه جو دادم پوزشونو، اونا جلوم گذاشتن دست که پوزشونو هیچ وقت خالی نکردم، منم دورشونو رفتن تا 4 تا گنده گرفت دورشونو. اونا منو رفته یادشون ولی من هنو هستم به یادشون، درسته که ازم جدا شده راهشون ولی میفته بهم یه رو کارشون پشته، نمیذاشتم بزنن حرفه تو پشتم، میگفتی تو کل هفته به گوشم میرسیده هر بار حرفه، با خودم میگفتم چرا نکردم بعد به دست شما، نه خودم شدم عصبی انقدر زخم خوردم نداره اثری، فهمیدم اعتماد نکنم به احدی، کردم حلالتون ندارم طلبی، نیازی ندارم بهتون دیگه، میتونی بری خاکی منم شما قاطی دارین مشکلی نه اینکه مشکلی داریم بیاین به خود من بگین، نه اینکه رازمو بریم به غریبه بدین.